پس عزیزای دل دو زانو بشینیم که دعا بکنیم. برادرای خیلی ها عزیز و گرامی، رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون الاخی. خدا در کمک بنده است، بنده را کمک میکند تا زمانی که بنده خدا را کمک میکند. را یک جوان از روسیه تماس کشیده، خودش از تاجیکستان است، او در اوجا حفظ قرآن میکنه، خودش جوان است. برای من میگه که مولانا صاحب اگر من بتانم افغانستان بیایم مرا داخل مدرسه خود جای میده؟ الله اکبر، الله اکبر. عزیزای من، امروز وقت بیداری امت رسول الله صلی الله علیه و سلم. او در روسیه اون همه فساد که نه دین دارن، نه قید و بند وجود دارن، نه عشق و عشق بازی اونجا حرام است، با اون همه معصیت ولی اون حفظ قرآن میکند. بیاین که در حق کلشان ان شاء الله دعا بکنیم. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا